سلام دوستان، من ایمان راشدم. خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال دوم. الان چرا کانال دوم؟ کانال اول چی شد؟ الان از این بعد میخوام چه کار کنم، چطور محتوایی بسازم. الان بریم سراغ سوال اول، چرا کانال دوم؟ چون این کانالی که شما تماشا میکنین، این کلیپ رو، کانال دوم است که من به طور کامل میخوام بچسبم به این پیجم و حتی پرقدرتمندتر از کانال اول شروع کنم. این نکته رو بگم قرار تو ویدیو زیر صوتی بدم، اذیت نکنید. خب شروع کنم به فعالیت و در این راه امیدوارم شما به انرژی لازم رو بدین که من ناامید از هدفم نشم. خب هدف منم که موفقیت داخل یوتیوبه که شما تنها کسایی هستید که منو میتوانید به هدفم برسونید. من این هدف بزرگ رو به قسمت کوچیک تبدیل کردم که فعلا هدف من رسیدن به 100 سابسکرایب داخل یک هفته الی 2 هفته است. بریم سراغ سوال دوم. کانال اولم چه بلای سرش اومد؟ به طور کلی بگم به 12 نمیرسید. دلیلش هم به خاطر بی تجربگی خودمه که به طور کامل از قوانین یوتیوب سر نمی آوردم. من در مورد واشتام اشتباه کردم و نتونستم به واشتام مطلوب که یوتیوب ازم خواسته بود داخل 1 سال و حتی 2 سال برسم. اینم جواب سوال دوم که مطرح کردم. سوال سوم و سوال آخر، چه کاری میخوام انجام بدم، چه محتوایی میسازم؟ خب من از این بعد میخوام با نظم پیش برم و با برنامه‌ریزی که این دفعه به مشکل نخورم. خب محتوایی که از کال آف دیوتی موبایل میذارم همونطوری که معلومه و سعی میکنم با چالش‌های خوب ویدیوی خوب بسازم. الان که این ویدیو گذاشتم جمعه است و 2 روز بعد یعنی یک شنبه یه ویدیو قرار بذارم با چالش سخت ولی فان که از دیدن ویدیو لذت ببریم. این ویدیو اول بود که فقط میخواستم به چند تا سوال جواب داده باشم و اینم بگم من هر ویدیویی که میذارم یه روز در میون میذارم. منظورم ویدیوهای طولانی یا همون معمولی است و وسطاشم ویدیوهای شورت یا همون ویدیوهای کوتاه میذارم. خب حرفایی که لازم بود رو زدم و دیگه حرفی نمیمونه. از ادامه کلیپ رو تا آخر نگاه کنید، خواهش ازتون دارم و فعلا خداحافظ. چهار شده، چهار کلی بود بابا چی؟ کردن تا تنت بیارم grande capoeira. Oh, vou
فینیشر کنه